و امروز اومدم با عشق این جلسه رو بهتون یاد بدم که بتونید بعد از این جلسه یک مانکن رو در کمتر از 5 دقیقه طراحی کنید. بریم که شروع کنیم که خیلی کار داریم. ما اینجا یه اصول داشتیم که همیشه بر اساس اون اصول شروع می‌کردیم طرحمون رو طراحی کردن. از جلسه اول ما با این اصول پیش رفتیم. یکیش چی بود؟ یکیش خط راهنما بود که از طریق ترقوه اون رو به دست می آوردیم. درسته؟ توی چی؟ توی آنالیزمون. ولی وقتی که می‌خواستیم طراحی کنیم همون خط راهنمامون رو جای خط راهنمامون رو ترقوه در نظر می گرفتیم. درسته؟ بعد می اومدیم خط مرکزی رو بر اساس خط راهنما چیکار میکردیم؟ طراحی میکردیم که حالتهای مختلفی داشت. سرشونه که همیشه ثابت بود. اگر سینه رو سمت چپ و راست ببری، کمر رو چپ و راست ببری، فاق و چپ و راست ببری، همشون رو چپ و راست بگیری، بالا پایین ببریشون رو، یا هر چیز دیگه. بعد میرسیدیم چی؟ ساده سازی میکردیم. تو این مرحله توسط زوزنقه ها و مستطیل ها شروع میکردیم یک مانکن رو ساده سازی کردن و در نهایت جزئیات رو اضافه میکردیم. ما تا الان با این اصول پیش رفتیم تا بتونیم مانکن هامون رو به راحتی طراحی کنیم. درسته؟ حالا اومدیم رسیدیم به طراحی مانکن سریع و ذهنی بدون خطکش، چیزی که من از روز اول در موردش صحبت کردم. الان خطکش رو من از جلسه اول بهتون آموزش دادم که چجوری حذفش کنید. تو این مرحله یا حذفش کردی، اینقدر تمرین کردی دیگه حذفش کردی، خطوط رو به راحتی خودت میتونی تشخیص بدی، دیگه چشمت عادت کرده، یا دیگه تو این مرحله با تمرینایی کردی نهایتا خطوط رو میکشی و بعد فقط چیکارشون میکنی؟ فقط نگاه میکنی ببینی درسته یا نه. ولی اون نقطه گذاریایی که کردی، اندازه هایی زدی، کاملا درسته. این از این، یعنی این ما الان اگر تمرین کرده باشیم بعد از 14 جلسه به این موضوع میرسیم. حالا طراحی ذهنی هم چیکار کردیم؟ توسط اون جلسه به جلسه‌ای که من با اون خطوط مرکزی بدن بهتون یاد دادم و تو هر جلسه تمام رخ، نیم رخ، سه رخ بهتون گفتم، با اون آنالیز کردنا شما الان به این مرحله رسیدین که خطوط مرکزی رو میشناسین، به راحتی با تغییرش میتونین ذهنی طراحی کنید. فقط میمونه چی؟ طراحی سریع. طراحی سریع زمانی اتفاق میفته که ما این رو امپیتری کنیم، یکی از اینا رو حذف کنیم که اون چیزی نیست جز ساده سازی کردن. یعنی ما میایم اینجا دیگه مرحله ساده سازی رو حذف میکنیم. وقتی که خط مرکزیامون رو طراحی کردیم سریع میریم به جزئیات میرسیم. به همین راحتی، خیلی هم راحته. حالا میریم شروع میکنیم انجام دادن تا بهتر متوجه شید. حالا نیاز داریم که خط راهنمامون رو بکشیم که جای ترقوه‌مونه که ما میتونیم بدنمون رو راحت طراحی کنیم. یعنی این خط راهنما باعث میشه که ما مانکنمون صاف باشه. ما خط صافمون رو طراحی کردیم. یک، اندازه اون کادر چیمون رو میگیریم، اندازه مانکنمون رو مشخص میکنیم. خب و بعد شروع میکنیم چیکار کردن؟ اندازه گیری قدی. اندازه گیری قدی ما بر اساس سر بود، چون ما میخوایم الان تمام رخ رو طراحی کنیم. خب می اومدیم یه اندازه ای رو برای سر در نظر میگرفتیم و بر اساس اون شروع میکردیم اندازه زدن. اول ببینم یه اندازه درسته یا نه. آره درست، میتونه یه همچین اندازه‌ای سرمون داشته باشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. خب آخر پای ما میشه تا اینجا. اینجا اول می اومدیم چیکار میکردیم؟ خطوط مرکزیمون رو پیدا میکردیم. من میگم میخوام سرش یک کوچولو این سم باشه، اینجوری باشه.
خطوط مرکزی رو هم بر این اساس جلو می رفتیم که می اومدیم ترقوه رو که این وسط که سرشونه ما هست رو که اینجا هسته، من صاف میخوام سرشونش باشه، بر اساس اون شروع میکنیم. گردنش هم صاف باشه، سینه‌ش هم صاف باشه، یه کوچولو باسنش بره اینجوریشه، خط فوقش هم اینجوریشه. این اندازه بحث خط مرکزی با دیدن عکس‌های زیاد و آنالیز کردن، با انجام دادن، با کشیدن میتونین درش بیارین. ببینید یه کار دیگه هم میتونین بکنین، یه آینه قدی اگر دارین یا حالا آینه‌ای که تا فاقتون هستش، بیاین ترقوتون رو مثلا بیاین به عنوان خط مرکزی صاف نگه دارید. یعنی من ترقوم اینجاست، یعنی خط مرکزیمه، و شروع کنین سرتون گردنتون رو تغییر دادن، شروع کنین سرشونتون رو بالا پایین بردن، فوقتون رو بالا پایین بردن. بحثی که میکنین سینه‌تون رو جابجا کردن، سینه‌تون رو سر جا قرار بدین، صاف بگیریم، فوقتون رو چپ و راست کردن، کمرتون رو چپ و راست کردن. یعنی به ازای حرکتی که توی بحث ترقوه که ساکنه، گردن، سر و حالت سینه، کمر و فوق، شما میتونید اون طرحتون رو کاملا مدلش رو عوض کنید. خب و بر این اساس دیگه دستم که از جلسه سوم به بعد کامل در موردش صحبت کردم. خب من اینجا یه دایره میکشم توی تمام رخ و سرش هم تمام رخ میکشم، جوری باید باشه که این اندازه این اندازه‌ای که اینجا داریم باید توی همه‌شون یکی باشه و ما به واسطه سرمون میتونیم فوق اندازه عرضی سرمون، اندازه این سرشونه هامون رو به دست بریم. گفتیم یک سر بر تمام رخ این ور، یه سر این ور، یه سر این سم، این یه سر این سم و وسط هم یه سره. به این صورت توی کمرمون هم همون اندازه رو میریم، اندازه یک سر، 2 میلم به هر سمتش اضافه میکنم. دیگه خط مرکزی من میشه این. من خط مرکزیمو با یه رنگ دیگه نشون میدم که بهتر متوجه شید. خب درست شد. این خط مرکزی، اینم لبخنده. میتونیم حتی فوقمون هم یه کوچولو بیاریم پایین تر. برای پا چون اینجا کج شده و این حالت رو جمع شده ایجاد کرده و این پا جزء پاهایی هست که حالت تکیه‌گاه داره، بهتر این پا یه جوری صاف باشه که نزدیک باشه، میتونه صاف باشه، خب که نزدیک به خط مرکزی باشه. باشم تمام رخ میذارم. درست شد؟ به همین راحتی. این پا میتونه اینجوری باشه، عقب بره، این سمتر بیاد. تو این حالت ها نسبت به جلسه دوم سوم که بهتون یاد دادم چی باشه. این پاس رو نیم رخ میزنم، مثلا بیاد اینجا اینجوری شه. حالا اینم به واسطه یک کوچولو کج شده میاد اینجا و میره این پشت. یکم اینجا پاشو چی میکنم، دستشم به حالته که مثلا اینجا دایرش هست اینجوریه. به حالتهای مختلف که یاد گرفتین میتونین از اینجا تو حالتهای مختلف ببرین، از اینجا تو حالتهای مختلف صاف ببرین. خواستین از آرنج کجش کنین. حالا این یکی رو میام یه همچین حالتی میکنم، اینم کمرشه.
یک کوچولو هم این صافه، این اومده اندازه این، بعد اینجاشه. اینجوریش میکنم، اینم میام اینجوری میکنم. این حالت رو بهش میدم. گردنش هم صاف. من سریع خطوط راهنما به دست آوردم با خطی کردم. بچه شما به ازای تغییر دادن و حالتهای مختلف دستی، توی حتی زاویه دادن ها، توی حالت حرکتی، توی سر رو تغییر دادن، توی حالت پا رو جا به جا کردن، وقتی دیگه سرخم بلدم دیگه فرق نمیکنه، یا توی شکست دادن، شکست صاف بده، این سمتی بده، این صاف باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه. ما به واسطه همین خطها میتونیم کلی طراحی کنیم. اینجا تصمیم گرفتم چند تا عکس رو بیام اینجا آنالیزش کنم و در موردش باهاتون صحبت کنم. شما میتونید توی گوشیتون این کار رو انجام بدین که یه فیلم آموزشی میگم همینجا براتون میذارم. ببینید این الان تمام رخه و حالت بدنش به این شکله که سینه‌اش یک کوچولو رفته یک سمت و باسنش رفته یک سمت دیگه. حالت دستاش متفاوت‌تر و حالت پاش هم متفاوته. حالا این مدل رو نگاه کنید که حالتش نسبت به حالت قبلی یه کوچولو شبیه همه. اینجا سینه‌اش روی خط راهنماست و فوقش خیلی رفته اون سمت، ولی حالت دست و پاش متفاوته. حالا به این عکس نگاه کنید که حالت خط مرکزیش با اونا دیگه نسبتاً یکی هستش، شبیه هم هستش، ولی با این حرکتی که توی صورت، توی گردن، توی بحث دست و پا انجام داده، کلی این مانکن رو متفاوت تر کرده و توی طراحیش تغییر ایجاد کرده. اینو میخواستم درکش کنید که ببینید یک حالت نسبتاً با یک سری چرخش های کوتاه میتونه چقدر یک مانکن رو متفاوت کنه. یک حالت با یک حرکت دست و پا میتونه چقدر تفاوت توی حرکت های بدن و حالت بدن ایجاد کنه. میخوام اینجوری اول برای خودتون آنالیز کنین و بعد به واسطه یاد گرفتنش تمرین کنید تا ذهنیتون قوی شه و انجامش بدین. شما میتونید از طریق گوشیتون این کارم انجام بدین که براتون فیلمش رو گذاشتم. حالا گوشی من آیفونه به این شکله و گوشی‌های دیگه هم این قابلیت رو داره که بری وارد گالری شی و از طریق اون گالری عکس رو باز کنی و تو اون گزینه‌هاش بتونی یه همچین کاری رو انجام بدی، با خطکش از طرف‌ها خط بکشی، خطای بدنش رو نسبت به خط وسط بدنش حدس بزنی، اون حالتهای سرشونه و فاقش رو حدس بزنی، حالتهای دست و پاش رو حدس بزنی. یعنی شما میتونین با همین گوشی نگاه کنید، اینا رو به خاطر بسپارید و در آخر ازشون استفاده کنید. شما اگر هر زمان بیکار میشین این کار رو انجام بدین، دیگه کلن این حرکت ها با هر حالتی میره توی ذهنتون. بریم که شروع کنیم. پس ما خط مرکزیمون رو طراحی کردیم، همین الان دیگه میریم جزئیات رو بهش اضافه میکنیم. این حالت ها رو دیگه نگاه کنید، دیگه وقتی که بلدین شروع میکنین طراحی کردن دیگه. حالا من خیلی وقت نمیذارم چون حالت اسکیسی و سریعه. دیگه از همینجا دیگه میرسم به این خط. از همینجا دیگه میرسم به این خطه که این دستم داره. از اینجا هم دیگه
ببینید من دارم مرحله به مرحله جلو میرم. این وسط اینم میکشم از کمر تا فا که بتونم اون حالت چی رو در نظر بگیرم. دیگه نیازی نیست گرده بکشم، همین کافیه. باشه دستاشو من یه چیز اینجا بهتون بگم. من میتونم اینجا بیام این شکلی کنم، یعنی بیام یکم داخل، بعد اینجوری بازو رو بیارم. میتونم صاف بیارم بعد بازو رو یکم اینجوری کنم. این چند نمونه رو میگم که قشنگ یعنی از اینجا صاف میام تا اینجا که گردی تموم میشه، بعد یکم بازو رو اینجا دستشم بکشم، مثلا اینجا 3/4 صورتش این میشه.